تو تمام زندانی‌های سیاسی ایران، من به این دلیل که از نوجوانی خودم دائم، من نمیگم پسر خیلی پسر پیغمبر بودم، ولی من از نوجوانی دائم رفتم زندان، اومدم هی مونیتور میشدم، تمام تلفنام شنود میشد، تمام زندگیم هی توی رفت و آمد زندان و دادگاه و این حرفا بوده. برای همین من فرصت شیطونیایی که بتونه یه وقت چیز باشه و مثلا چطور بگم بی احتیاط باشه و نظام بیاد مچ منو بگیره و اینا نداشتم. و حتی من نه مشروب میخورم، نه حالا حسن اینجا دیده زندگی منو دیده چجوریم. من کاملا سکولارم، ولی خب من به یه سری مسائل مذهبی، یعنی مذهبی که نمیگم اخلاقی پایبندم. بعد من مشروب نمیخورم، حتی سیگار نمیکشم. میگم تو روابط خیلی همیشه کنترل کردم، چون از نوجوانیم زیر تیغ بودم همیشه. و تنها کسی که توی زندانی‌های سیاسی ایران پرونده اخلاقی نداشت من بودم. پرونده من 100% سیاسی بود، کوچکترین مورد اخلاقی توش وجود نداشت. ولی برای ناصر ظرف پرونده اخلاقی نداشت من بودم. پرونده من 100% سیاسی بود، کوچکترین مورد اخلاقی توش وجود نداشت. و کسی که توی زندانی‌های سیاسی ایران پرونده اخلاقی نداشت من بودم. پرونده من 100% سیاسی بود، کوچکترین مورد اخلاقی توش وجود نداشت. ولی برای ناصر ظرفشان مثلا با 60-70 سال سن شما نگاه میکردی تو پروندهش شرب خمر زده بودن، ارتباط نامشروع زده بودن، نمیدونم دایر کردن خانه فساد زده بودن، حمل اسلحه فلان، همه این چیزا بود. مال من خالص فقط مبارزه سیاسی، نوشتن کتاب، مصاحبه، نمیدونم توهین به مسئولین نظام، توهین به رهبری، از این جور چیزا. بعد حتی برای منوچهر محمدی واقعا نمیشد پیدا کرد. اون وقت آقای دارابزن برای ما افسانه سازی میکنه که آی فلان اینا. حالا درباره این نامه‌نگاری‌ها که میگین حجت بختیاری مثلا 2 تا نامه تا حالا براش نوشتن. پیروز با امیرحسین موحدی تماس گرفته، امروز حجت آزاد شد دیگه، گفت من قرار آزاد بشم و اینا. گفت ببین 2 تا نامه از طرف من نوشتن و امیرحسین موحدی گفته، حالا دوست دارم فرناز یه بار امیرحسین بیاره رو خط صحبت بکنه. بعد که حجت بختیاری بهش گفته 2 تا نامه تا حالا از طرف من نوشتن، یکیش به اسم، یکیشو ناصر درفشان نوشته، یکیشو بینا دارابزن نوشته، که این دومیه رو که امروز آورده بودن آخر برنامه داشتن پخش میکردن، این نوشته بینا دارابزنده. حجت اصلا نمیتونه بنویسه، اصلا بلد نیست بنویسه. بعد عرض به خدمتتون که پریشب منوچهر و سیمین و نسرین و آقای معلم اینجا شام مهمون من بودن، یه 4-5 ساعت ما اینجا با هم دیگه نشسته بودیم. بعد من این نامه ها رو در آوردم، هم چیزی رو که مطلبی رو که نسرین محمدی از طرفش لارا روزن زده بود، اونو بهش گفتم این چی اصلا از کل تکذیب، که گفت اصلا من روحم خبر نداره از این همچین چیزی. بعد از چیز پرسیدم، منوچهر نامه‌ای که برای شهرام همایون نوشته شده، گفتم این چیه منوچهر؟ گفت اصلا کار من نیست، من اصلا مطلقاً نمی‌فهمم. خب دیگه ما این چیزا رو وقت نشستیم نامه رو خوندیم با هم دیگه، چقدر اینجا خندیدیم. بعد من نمیفهمم، یعنی